یاران صبح بهاران دهد نوید از نجات انسان. رسد به شادی روز رهایی، رهایی زن، رهایی زن. ستم نماند به روزگاران تا آسمان است ستاره باران. هم رسم و پیمان موج خروشان زنان ایران، زنان ایران. ای زن، ای نیمه پنهان، برکن از سر چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. ای زن، ای نیمه پنهان، برکن از سر چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. چوتون در خود کمونیست ایران بسیار خوشحالم که یک بار دیگه با پخش زنده پوشش انقلاب سراسری در ایران همراه شما عزیزان هستم. سال 2022 رو در شرایطی به پایان رساندیم که رویدادهای بسیار بزرگی در سطح ایران و جهان روی داد. آنچه که به ایران مربوط میشه، یکی از این رویدادها حمله نظامی و تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین بود که هزاران نفر کشته و آواره شدند و رژیم ایران و سران جمهوری اسلامی حمایت خودشون رو از روسیه اعلام کردند و هرچه بیشتر ماهیت ارتجاعی خودشون رو برای مردم ایران و جهان روی کردن و نشون دادند. همینطور مسئله برجام که دولت رئیسی و خود شخص رئیسی میخواستن که مسئله برجام رو به پایان برسونن و به عنوان دستاورد بزرگی در دولت رئیسی از اون نام ببرند که بعد از سالها این مسئله برجام با شکست مواجه شد و قتل حکومتی ژینا امینی، مهسا امینی، که جرقه‌ای شد در 26 شهریور ماه تا زنان و مردان مبارز انقلابی ایران دست به اعتراض بزنند. انقلابی که با شعار زن، زندگی، آزادی از کردستان شروع شد و در عرض مدت کوتاهی تمام ایران رو فرا گرفت و بعد از مدت کوتاه‌تری شعار زن، زندگی، آزادی در بیشتر نقاط جهان سر داده شد و طنین انداز شد. میشه گفت این یکی از بزرگترین دستاوردهای مردم ایران بوده در سطح جهان که نشون داد مسئله زنان به عنوان نیمی از جامعه بسیار حائز اهمیت هستش و زنان ایران به سمبل مقاومت و مبارزه تبدیل شدند و در طول این مدت پیشقراولان این مبارزه بودند، در صف اول مبارزه بودند و میشه گفت سازمانده بودند. طبق روال برنامه‌های زنده امروز هم ارزیابی خواهیم داشت از این خیزش انقلابی با شکوه. در برنامه امروز همراه هستیم با رفیق شجاع ابراهیمی، عضو حزب کمونیست ایران و فعال کارگری از تورنتو کانادا. رفیق شجاع گرامی، سلام و درود. خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شد تا یک بار دیگه در این برنامه در خدمت شما باشم. خیلی خوش اومدید. من هم درود میفرستم به شما رفقای عزیز دستاندرکار تلویزیون کموله و حزب کمونیست ایران و همچنین درود میفرستم به همه بینندگان عزیز تلویزیونتون و امیدوارم که در سال جدید میلادی بتونیم مبارزه رو هرچه بیشتر و با ثمرات و پیروزی های بیشتر ادامه بدیم. امیدوارم که سال 2022 سالی باشه که نه تنها مردم ایران بلکه مردم منطقه و جهان هم از شر رژیم جمهوری اسلامی خلاص بشن. خیلی خوش اومدید. رفیق شجاع،
با توجه به اینکه خب زمان زیادی از گفتگوی قبلیمون با هم گذشته و اتفاقات و رویدادهای بسیاری روی داده و همونطور که شما هم در برنامه قبلی اشاره کردین این انقلاب فراز و نشیب‌های بسیاری رو پشت سر گذاشته. در این مدت ارزیابی شما از این انقلاب با شکوه چیه؟ ببینید همونطور که در برنامه قبلم اشاره کردیم هر تحول انقلابی فراز و فرود داره و انقلاب به عنوان یه رودی مسیرهای مشخصی رو دنبال میکنه و از هر روزنی استفاده میکنه که دوباره به عرصه خیابان و عرصه کشمکش طبقاتی دوباره برگرده و به نظر من از دوره قبل سه چهار روند تکاملی انجام شده. یک بحث ارتباطات بود که در دوره قبل یا اوائل شروع خیزش انقلابی جامعه بسیار متکی بود بحث اینترنت و رژیم جمهوری اسلامی با قطع کردن اینترنت میتونست یک جایی رو مثلا حاشیه‌ای بکنه. الان با توسعه تکنیک های دور زدن فیلترینگ، دور زدن اینترنت و ارتباطات میان شهری فعالین انقلابی در صحنه خود به خود این امر خنثی شد و الان همینطور که می‌بینید در هفته‌های اخیر به اون صورت نتونسته رژیم اون کنترل شدید اینترنتی رو اعمال بکنه. این به عنوان یک دستاورد بعدی بحث حجاب اجباری بود که اینها با علیرغم میل باطنی خودشون و با تمام هارت و پورت و به قولی تهدیدایی که میکردن باز نتونستن حجاب رو به نقطه اولش یا قبل از شروع انقلاب برگردونن و رژیم کنونی یعنی جمهوری اسلامی کنونی تحلیل من این هستش که قطعاً به نقطه قبل از انقلاب جاری یا بحث خیزش انقلابی تحت نام ژینا که اسم گرفته بر نخواهد گشت و این مسیر که شروع شده که فراز و فرود خیلی زیادی خواهد داشت، قطعاً هزینه هایی هم خواهد داشت متاسفانه. منتها همونطور که قبلا هم اشاره کردم تا این انقلاب تکامل طبیعی خودش رو و مسیر خودش رو طی نکنه کامل به سود طبقه کارگر، ملیت‌های تحت ستم، زنان و غیره نخواهد بود و باید اجازه داد که سیر انقلابی مسیر تکاملی خودش رو طی بکنه. یک دوماً تشکیلات‌های مختلف زنان، کارگران، محیط زیست، فعالین انقلابی، جوانان، دانش آموزان، اینها در یک سیر تکاملی بتونن فعالین و رهبران اینها همدیگر رو پیدا بکنن و اون شبکه‌های انقلابی وسیعی که ما نیاز داریم برای خیزش نهایی و سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و دولت مستقر سرمایه‌داری حاکم بر ایران و باید اجازه بدیم که این مسیر سیر تکاملی علمی خودش رو طی بکنه. بله بسیار ازتون سپاسگزارم. رفیق شجاع، در چند روز گذشته در تلویزیون های برخی از تلویزیون ها میشه گفت و سوشیال میدیا یک حرکتی بود که میشه گفت خبرساز شد. اونم چند نفر از حالا نمیشه گفت چهره های سرشناس اما خب مردم اونا رو میشناسن که از اونا رضا پهلوی بود که پیام مشترکی دادن به عنوان تبریک سال نو. بعضیا از این پیام به عنوان یه ائتلاف نام میبرن. شما فکر میکنید هدف از این پیام مشترک چی بود و آیا نشانه از ائتلاف یا چی؟ آیا مردم ایران این رو به عنوان یه ائتلاف قبول دارن و اصلا قبول دارن که اینطور اشخاص براشون تصمیم گیری کنن؟ ببینید همونطور که شما اشاره کردید اول باید ببینیم ائتلاف به چه معنی هستش. ائتلاف به معنی اتحاد سازمان و احزاب سیاسی برای یک امر مشخص با یک پلتفرم و تعیین تکلیف و هدف نهایی مشخص تعیین میشه. برای مثلا توی کانادا ائتلافی شکل گرفت از مثلا بلوک کبک برای استقلال کبک، هدف مشخص، نیروهای سیاسی، سازمانهای سیاسی با شناسنامه از حزب کمونیست کبک تا حزب لیبرال
توش مثلا به قولی نقش داشته. این ائتلاف به معنی واقعی و علمی و کلاسیک این هستش. منتها اینکه 4 تا سلبریتی و یه نفری که به قولی به زور میدیا و اینها بخوان اسمشو بذارن ائتلاف، این یعنی حقیقت تخطئه کردن معنی ائتلاف هستش. و اگر اجازه بدید من یه همینطور بررسی تاریخی کردم که چرا اذهان جامعه ایرانی متاسفانه پذیرای این امرها و دخالت خارجی و دخالت از خارج و اینها هستش. این جواب علمی داره و به گذشته تاریخی این کشور سرزمین کنونی ایران برمیگرده. از دوره قاجار تا حال حاضر هیچ دولتی بدون دخالت خارجی متاسفانه در ایران سرکار نیامده و از به قولی اواسط دوره قاجار به شکلی حتی اینها تعیین کردن که چه کسی ولی عهد باشه، چه کسی بیاد. و 2 بار ایران اشغال شده، چه در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، بعداً کودتای رضاخان میرپنج که به قولی مزدور ارتش روسیه بوده به عنوان قزاق، قوای قزاق. اگر شما برید در تاریخ ایران مشاهده، ایران که ارتش نداشته، دولت تزاری روسیه قوای تشکیل داده با هماهنگی شاهان قاجار که از پایتخت و از چند شهر مهم اینها دفاع بکنن و اینها همگی حقوقشون رو از روسیه دریافت میکردن که رضاخان هم یکی از فرماندهان اواخر این سطوح قشون بوده. بعدن که روسیه تزاری دوچار کشمکش میشه، حقوقشون نمیگیره، همین آقا میاد کودتا میکنه و با توسط دولت انگلیس سلطنت احمد شاه رو اجازه نمیدن که برای بار دوم که میره خارج، بار دوم کودتا میشه و این آقا به قولی سلسله پهلوی رو با استفاده از قوای خارجی که در ایران مستقر بودن سرکار میاره و سرکوب لرستان و سرکوب کردستان و سرکوب شمال کشور به عنوان جمهوری گیلان و اینها از دستاوردهای این فرد هستش. بعداً در دوره جنگ جهانی دوم بار دیگه ایران اشغال میشه توسط خارجی و اون به قولی سلطنت و دیکتاتوری چکمه به توسط قوای خارجی دوباره عزل میشه و فرزندشو سر کار میارن و 2 بار دیگه در دوره سلطنت پهلوی که یکی مهمترینش یه بار فرار کرد دوباره برش گردوندن همین نیروهای انگلیسی و بار دوم کودتای 28 مرداد هستش و بار آخر همین به قولی دزدیده شدن انقلاب ناکام سال 1357 هستش. یعنی دقیقاً این مایندست و به قولی ذهنیت این که یکی از خارج بیاد به قولی دخالت بکنه در این اذهان هستش که وظایف ما به عنوان فعالین انقلابی هستش که مشخصاً این طرح‌ها رو افشا بکنیم و اجازه ندیم که به قولی آینده جنبش انقلابی چه در کردستان و چه در ایران به گره بخوره به خارج از مرزها، خارج از مرزهای طبقاتی و اون جنبشی که در سطح خیابان و سطح شهرها در جریان هستش، یعنی دخالتی از به قول فرای دست. بفرمایید. شما در حرفاتون اشاره کردیم به که با توجه به اینکه خب نیروهای خارجی در ایران مستقر بودن، اما الان حضوری از این نیروها، یعنی حضوری که چشمگیر باشه، نیست، وجود نداره و گفتین که اذهان مردم ایران آماده این بوده که از خارج براشون رهبر تراشی کنن. فکر میکنید در این انقلاب اذهان عمومی این اجازه رو میدن که دوباره تاریخ تکرار بشه و انقلاب اونا رو به بیراهه ببره؟ بله، من فقط گفتم در سیر تاریخی، نه در شرایط کنونی. گفتم در سیر تاریخی این امر مشتبه بوده، چه به فعالین سیاسی، بیشتر فعالین سیاسی راست و پروغرب، و چه به اذهان عده‌ای در مرکز این بوده که به قولی از خارج میشه مثلا دستهای بتونه قدرت رو جابجا بکنه. یعنی همین بحث همین رژیم چنج یعنی کد واقعی این جریانات هستش. رژیم چنج یعنی چی؟ یعنی یکی بیاد رژیم رو عوض کنه، یعنی به قولی بحث انقلاب نیستش. حالا بریم سر اصل مطلب. این هستش که در شرایط کنونی چون خیزش انقلابی هستش و رابطه هر انقلابی برمیگرده به
سازماندهی اون انقلاب، به تشکیلات و نیروهای درگیر در انقلاب و نه به قوای خارجی و نه به نیروهایی که در خارج کشور میخوان براش تعیین تکلیف کنن، دقیقاً این امر شکست میخوره. من یک لیستی هم تهیه کردم از این اقداماتی که همین جریان پهلوی و جریانات پروغرب از دوره همین سال 88 تا الان چندین اینا گروه و دسته درست کردن، چندین هیاهو برپا کردن، ولی به واسطه اینکه جامعه پذیرای این تفکرات نبوده و پذیرای این نبوده که یکی دیگه براش تصمیم بگیره، همش با شکست مواجه شده. برای مثال راه سبز امید، برای مثال اینها از همین گروه ها بودن که میخواستن از خارج دولت در تبعید تشکیل بدن. نمیدونم فرشگرد، شورای ملی ایران، ققنوس، تصمیم، اینا همه این گروه هایی که مثلا این آقای پهلوی و دور و بریاش فکر میکردن میتونن با استفاده از بک‌گراند رسانه‌ای و بک‌گراند سیاسی و لابیگری با قدرت‌های غربی در خفا و در میان بقولی تو راهروهای سنای امریکا و نمیدونم مجلس فرانسه و اینها بتونن برای دولت بعدی تعیین تکلیف کنن. یعنی همه اینها هم شکست خورده و من به طور قطع هم امیدوارم هم مطمئن هستم، این نظر شخصی بنده هستش که این تلاش اینها هم کاملا شکست خواهد خورد، چون نه به قولی این افرادی که من در این ائتلاف دیدم نه هیچ کدوم، چون دخالت کردن در امر انقلابی لازمه تشکیلات، سازمان، حزب و به قولی نظم آهنین و انضباط تشکیلاتی هستش. انضباط یعنی مقابله با ارتش و سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی، چون اونها منظم هستن، انضباط دارن، دقیقاً مقابله با اونها مستلزم انضباط، ساختار مشخص تشکیلاتی سیاسی منضبط و آهنین هستش که این به قولی این کمدی که این در خارج کشور رخ داده، من این افراد اگه سوابقشون رو نگاه بکنیم در لینکدین و اینها هیچ کدوم نه سابقه تشکیلاتی داشتن، نه سابقه مبارزه سازمانی مشخصی داشتن، نه سابقه اینو داشتن که بتونن مثلا 10 نفر رو با هم متحد کنن در گذشته سیاسی یا هنری خودشون. هر کسی از به قولی هر کی از به قول از ذهن خویش شد یار من، به قول فارسی گفتنی، از به قولی اینا از یک جمع ازدادی هستن. هر بارم چرا شکست میخورن؟ چون این جمع ازداد تناقضات گوناگونی رو با خودشون حمل میکنن و به سرعت جنبش یک ذره دیگه حرکت کنه اینا سرخورده میشن و دوباره شروع میکنن به یک پلان بعدی، به یک توطئه، من اسمشو میگذارم توطئه بعدی. و به نظر من وظایف ما به عنوان کمونیستا، به عنوان فعالین جنبش انقلابی در سطح کردستان و فعالین به قولی سراسر ایران این هستش که یک، افشای این نوع حرکات و دو، تأکید بر سازماندهی در صحنه، تأکید بر مبارزه سیاسی، تشکیلاتی و حزبی، تأکید بر این که مبارزه با جمهوری اسلامی بدون تشکیلات و حزب مشخص سیاسی طبقه کارگر قطعا موفق نخواهد شد و تا به قولی تا دیر نشده ما باید بتونیم اون هسته ها و به قولی رهبران عملی طبقه کارگر، زنان، محیط زیست، جوانان، دانش آموزان، اینها رو بتونیم تأثیر مثبت بذاریم که اینها دستشون در دست هم گره بخوره و اون نظم و شالوده تشکیلات انقلابی که بتونه در مقابل هم جمهوری اسلامی به عنوان یک توازن قوا قد علم بکنه و هم به قولی سیاست‌های خطرناک و توطئه‌گرانه جریانات ارتجاعی پروغرب رو هم خنثی بکنه. ما باید بیشتر روی این تاکید کنیم و به نظر منم زمان، هرچی زمان به قولی به جلو بره، به انقلاب مسیر خودش رو نرمال طی بکنه و به تکامل برسه، به نفع جنبش انقلابی و به نفع کمونیستا و سازماندهی هستش. حالا بعدا من چند کلمه‌ای در اون موردم حرف میزنم. بله قطعا همینطور خواهد بود. اما خب مردم ایران خیلی به صراحت از دما 96 تا حالا میگن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا و حتی همین شعار نشاه میخوایم
نه رهبر مرگ بر ستمگر، از همون زمان دانشجویان بودن که این شعار رو سر دادن و از اول این خیزش انقلابی هم مردم مدام دارن این شعارها رو تکرار میکنن، این که خب نه شاه میخوان و نه رهبر، چون اونا ستمگر هستن و اینکه هیچ باوری هم به هیچ رفرمی در چارچوب این نظام باور ندارن و میخوان خواهان سرنگونی کلیت رژیم با همه ارکانهاش هستن. خب از این پیام نوروزی که حرف زدیم برگردیم به بحث آلترناتیو. خب هر انقلابی قطعا یه آلترناتیو میخواد برای جایگزینی حکومت قبلی. بعضیا میگن که الان وقت اینه که ما از آلترناتیو بگیم، بعضیا هم میگن که نه، همون حرفی که شما زدین که انقلاب، این خیزش انقلابی تا طول بکشه به نفع مردم هستش. بعضیا میگن که اجازه بدین این روال عادی طی بشه و مردم بیشتر همدیگر رو بشناسن و از آلترناتیو حرفی نزنیم. به نظر شما الان وقتی این رسیده که ما از آلترناتیو بگیم، با توجه به اینکه خب مردم مثل انقلاب سال 57 نیستش که مردم فقط خواهان رفتن شاه باشن، نمیدونستن که چی میخوان، اما الان هم میخوان که برن و هم میدونن که چی میخوان بعد از این رژیم. نظرتون در این مورد چیه؟ ببینید، بحث آلترناتیو، هر نیروی سیاسی که در صحنه هستش و میخواد خودش رو به قولی دخیل بکنه در این خیزش انقلابی، برآیند و تفکرات و برنامه خودش رو برای آلترناتیو داره. به نظر من آلترناتیو چپ‌ها و کمونیست‌ها به کلی و حزب کمونیست ایران و کومله، همون آلترناتیو برنامه حزب کمونیست ایران و برنامه کومله مشخص هستش برای حاکمیت شورایی. منتها به نظر من در شرایط کنونی ما باید اجازه بدیم که اولا جریاناتی که به قولی میخوان آلترناتیو های غیر حضور مردم به کلی و طبقه کارگر و اینها رو جا بندازن، اینها افشا بشن، و دوما مسیر حرکت انقلابی برای ما به قولی مشخص میکنه که قدم بعدی چی هستش. ما الان انقلاب در یک وضعیتی هستش که ممکنه چند هفته اصلا هیچ اتفاقی صورت نگیره، بعداً این رود خروشان انقلاب از یه روزنه، یه اتفاقی، یک جرقه دوباره به سطح خیابون بیاد. به نظر من 3 امر بسیار باید توضیح داده بشه. یک، کسانی که الان خودشون رو انقلاب نمیدونن از طیف پرو غرب و اینها همون کسایی هستن که کتاب می نوشتن علیه انقلاب، دوره انقلابات تموم شده، نمیدونم مبارزه بدون خشونت، خب کتابهاش هستش دیگه، نمیدونم تئوریسیناشون هم هستن، نمیدونم شورای مدیریت گذار درست کرده بودن که گذار یک جوری مدیریت بشه که بدون اینکه ارتش و سپاه پاسدار این هم منحل بشن، یک ساخت پاختی بشه، رژیم چنج صورت بگیره و به قولی و الان هم داشتن کار میکردن تا منتها آلترناتیو رو ما میتونیم به قولی تبلیغات خودمون رو بکنیم رو به جامعه، منتها بایستی ببینیم آیا یک جامعه پذیرای میشه از این تبلیغات بگید؟ برای مثال برنامه، مثلا برنامه کومله برای اعمال حاکمیت شورایی، برنامه حزب کمونیست ایران، چه در مورد بحث ستم ملی، ستم بر زنان، حقوق اقلیت ها، حقوق حقه طبقه کارگر به کلی، انقلاب اجتماعی، همه اینها توضیح داده شده و بایستی در اسرع وقت وظایف ما این هستش که اینو به دست فعالین محلی و فعالین در صحنه برسونیم که این رو تبلیغ بکنن در میان طبقه کارگر، در میان جنبش انقلابی کردستان و در میان سراسر، و این روحیه رو ایجاد بکنن که آزادی واقعی نه در گروه تصمیم دول غربی یا شرقی یا نمیدونم تصمیم فلان گروه سیاسی لیبرال اینا، بلکه آزادی واقعی مستلزم این هستش که خود ما با توان نیروی خودمون این آزادی رو به دست بیاریم و این هزینه داره و مستلزم سیاست، تشکیلات، برنامه، راهبرد و به قولی انسجام سازمانی و انسجام عملی هستش.
و بایستی اینم در نظر بگیریم که در دوره کنونی خوشبختانه اینها 43 سال بعد از جمهوری اسلامی هم سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی با قتل و کشتار کمونیستا در زندان‌ها و تبعید هزار کمونیست به خارج کشور و سیاست‌های این پروغربی‌هایی که به قول اینها هم نیروی ارتجاعی هستند، با همه این سیاست‌ها و دشمنی با طبقه کارگر، کمونیسم و اینها خودشون به یه حدی الان رسیدن که نمیتونن دیگه انکار بکنن. و سیاست انکار طبقه کارگر، کمونیسم، جنبش زنان و اینها به نتیجه نرسید و همین الان خود اینها ابراز پشیمانی کردن که چرا مثلا ما یه توییتی گذاشتیم ولی ننوشتیم زن زندگی آزادی، همون ژنژیان آزادی کردی. و به نظر من جامعه به خصوص طبقه کارگر و زحمتکش بیشتر پذیرای تفکر انقلابی و چپ و کمونیسم و مارکسیسم هستش نسبت به مثلا سال قبل، نسبت به 10 سال قبل، و این نقطه قوتی هستش. منتها این هم مستلزم کار مداوم، تلاش و کوشش هستش که فعالین سیاسی، فعالین کارگری، زنان، محیط زیست و کسایی که در عرصه جامعه فعالیت میکنن، با اگر ما هم میتونیم کمکی بکنیم از چه از نظر تکنیکی، چه مالی، چه تبلیغاتی، دست در دست هم بدیم که این تبلیغات بره در سطح وسیع‌تری پخش بشه و بتونه اون آلترناتیو نهایی رو از دل خود جنبش به قولی به وجود بیاره، نه از به قولی از خارج از جنبش انقلابی. و این هم مستلزم زمان بیشتری هستش. الان هم اگر ما بسیار مثلا جریانات پروغرب و اینها خیلی عجله میکنن، سریعا هم سرخورده میشن به واسطه اینکه نه جامعه رو میشناسن، خیلی فعالیتی داشتن در سطح عملی جامعه. همین 4 تا فیسبوک و اینستاگرام اینها که فعالیت نیست، شما بایستی استخون خورد کرده باشی. و خوشبختانه جنبش چپ، کمونیسم و به خصوص حزب کمونیست ایران و کمونه کادرهایی رو پرورش داده که در زندان تجربه مبارزه با رژیم شاهنشاهی، مبارزه با جمهوری اسلامی، مبارزه مسلحانه، مبارزه سیاسی، تجربه 50 تا 60 سال مبارزه طبقاتی رو با خودش حمل میکنه و قطعاً به قول بیدی نیستش که بعد 2 تا سلبریتی و 4 تا نمیدونم سلطنت طلب و اینها بلرزه. و به طور واقع پای اینها روی زمین سفت نیست. و خوشبینی من نسبت به آینده و جنبش این هستش که حالا اگر وقت بود سر اونم بحث میکنیم که خیزش انقلابی تکمیل شدنش مستلزم ورود اقشار پایینی جامعه، طبقه کارگر و مطالبات واقعی اقتصادی تکمیل کننده خیزش انقلابی هستش که اگر فرصت بود در بحث بعدی حتما به اون اشاره میکنیم. بله قطعا حرف میزنیم. اما رفیق شجاع، همونطور که مطلع هستین شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیون بینندگان عزیز ثبت شده شماری هستش که از طریق پلتفرم تلگرام بینندگان عزیز میتونن در طول شبانه روز تصاویر، ویدیوها و عکسای خودشون رو از این طریق برای ما بفرستن. همچنین اگر نقدی از برنامه داشتن یا اینکه در زمان پخش زنده سالی از مهمانان گرامی داشتن میتونن از این طریق از مهمان گرامی سوالشون رو بپرسن یا همچنین اگر بخوان در برنامه شرکت کنن و صداشون پخش بشه این امکان وجود داره. اگر اجازه بدید آخرین تصاویری رو که عزیزان بیننده برای ما فرستادن ببینیم و خیلی زود برمیگردیم. سرود یاران صبح بهاران دهد نوید از نجات انسان، رسد به شادی روز رهایی، رهایی زن، رهایی زن.
ستم نماند به روزگاران، تا آسمان است ستاره باران. هم رسم و پیمان موج خروشان، زنان ایران زنان ایران. ای زن، ای نیمه پنهان، برکن از سر چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. ای زن، ای نیمه پنهان، برکن از سر چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. چون در خورنده باش در این شب سیاه، چو نوری تابنده باش بر این ظلمت بی صدا. اندیشه باش اندیشه باش بر جهل شب پرستان، همچون تیشه باش کوبنده باش کوبنده بر این ریشه باش. بگو بر نوحه خان شوم شب خموش، ما بلبلان پر از نغمه‌ایم به گلزار لاله ها نشسته‌ایم. بگو بر نوحه خان شوم شب خموش خموش خموش، ما بلبلان پر از نغمه‌ایم به گلزار لاله ها نشسته‌ایم. از این قفس بیزار و خسته‌ایم. سرود یاران صبح بهاران، دهد نوید است نجات انسان. رسد به شادی روز رهایی، رهایی زن رهایی زن. ستم نماند به روزگاران، تا آسمان است ستاره باران. هم رسم و پیمان. درودهای دوباره بینندگان عزیز، در این برنامه همراه هستیم با رفیق شجاع ابراهیمی، عضو حزب کمونیست ایران و فعال کارگری از تورنتو کانادا. با ما همراه بودن. در بخش اول ارزیابی داشتیم طبق روال همه برنامه‌های زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری در ایران. رفیق شجاع به دستاوردهای بسیاری اشاره کردن، از جمله اینکه با توجه به اینکه بیشتر کسب و کارها در ایران امروز اینترنتی هستش، رژیم نتونسته اونطور که در خیزش‌های قبلی این کار رو میکرد و اینترنت رو کند یا قطع میکرد اونطور که باید نتونسته و این راه سازماندهی رو از جمله در شهرها برای مردم انقلابی آسان کرده و اینکه زمان اون رسیده که آلترناتیو تعیین کنیم برای انقلاب آینده و اینکه برنامه حاکمیت شورایی کامل و حزب کمونیست ایران میتونه یکی از این برنامه ها باشه که بسیار جامع هستش. رفیق شجاع، خب در بخش دوم میخوام ازتون در مورد کارگران سوال کنم. با توجه به اینکه خب میگن ما در طول میشه گفت تقریبا 3.5 ماه گذشته در سراسر ایران، چه در کردستان و چه در سایر شهرها، مردم دست به اعتصاب‌های باشکوهی زدند و میدونیم که اعتصاب مدرسه انقلاب هستش و اعتصاب کارگران ستون فقرات این اعتصابات هستش. کارگران در چندین مورد اعتصابات باشکوهی داشتن، از جمله 26 آذر ماه که اعتصاب اونطور که خودشون و شورای سازماندهی کارگران و خود کارگران رسمی نفت از اون یاد کردن و نام بردن بسیار باشکوه بوده و به عنوان قدم اول ازش یاد کردن. بعضیا میگن که کارگران زمانی که دست به اعتصاب میزنن به خاطر مطالبات صنفی خودشون هستش
بعضیا میگن که نه خیر، هر مطالبه صنفی جنبه سیاسی داره، به خاطر اینکه رژیم خیلی سریع اون اعتصاب صنفی رو که مطالبات صنفی سرکوب میکنه و خیلی راحت این اعتصاب سیاسی بدل میشه. نظر شما در این مورد چیه؟ آیا هر اعتصابی میتونه سیاسی باشه و آیا موانع حضور کارگران اونطور که مردم انتظار دارن و تجربهش رو در سال 57 دارن، چه موانعی در پیوستن طبقه کارگر به عنوان یک طبقه با شعار خودش، با پرچم خودش به این انقلاب هستش؟ بله، اولا ابتدا به ساکن، اعتصاب غیر قانونی هستش و همه اعتصابات چه کوچک چه بزرگ سیاسی هستش از منظر طبقاتی، چون بحث حمله به تولید نظام سرمایه‌داری و حمله به قولی متوقف کردن سودآوری دستگاه تولید هستش. قطعا هر اعتصابی سیاسی هستش، منتها دستاوردهای زیادی داشته این جنبش. برای مثال اگر یادتون باشه با آغاز کشتار عمومی که صورت گرفت در کردستان، در بلوچستان، در شمال کشور، اینها کارگران پیمانی با فیلمی که از سکوهای نفتی و گازی منتشر کردن تهدید کردن حاکمیت نظام سرمایه‌داری ایران و سپاه پاسداران رو که اگه قتل و کشتار رو خاتمه ندید همه اینها رو ما پودر میکنیم میره هوا. بخولی به این سادگی، بخولی این حرکت تونست که رژیم سرمایه‌داری رو در کشتار یک ذره بخولی کنترل بکنه. برای یکی دو هفته خیلی مثمر ثمر بود، اگه ادامه میداشت خیلی به نظرم خیلی اثر بخش می بود و برای تعیین تکلیف هم ممکن بود بخولی به کار جنبش بیاد. ولی دو تا امر رو ما باید از هم جدا بکنیم. اول اعتصاب به مثابه امر سیاسی طبقاتی یک مکان مشخص و دوم اعتصاب عمومی و سراسری به مثابه خاص سیاسی یک طبقه مشخص. بله در جاهای بوده، منتها چون اینها به شکل زنجیروار به توسط فعالین به هم گره نخورده فعلا و ممکنه در تکامل خیزش انقلابی این امرم صورت بگیره، ممکنه کسانی ایراد بگیرن خب مثلا یک جای مشخص بوده، دو جای مشخص بوده، 10 جای مشخص بوده، چرا این سراسری نیست؟ مثلا در کردستان اعتصاب سراسری بوده، منتها در جاهای دیگه یا کمرنگ بوده یا کم بوده یا نبوده. این هم مستلزم سازماندهی و ایجاد شبکه مخفی، تأکید میکنم مخفی، از فعالین در صحنه، فعالین کارگری، روشنفکران سوسیالیست و کمونیست و ارتباط سیستماتیک و ارگانیک اینها با یک تشکیلات قوی انقلابی برای دادن راهنمود و قولی راهنمود نهایی اعتصاب مثلا سراسری عملی کارگران، که این هم مستلزم یک ذره زمان و تکامل جنبش هستش. منتها در همین حال حاضر هم هر اعتصابی ولو اینکه 1000 نفر در یک شهر مثلا خیلی کوچیک هم باشه روحیه بخش هستش و کل ارکان یک شهر رو به یک اعتصاب مثلا بند هستش. برای مثال در همین کانادا کارگران معدن در یک شهر کوچیک 5000 10000 نفره 50 تا کارگر معدن اعتصاب کردن، کل اون شهر فلج شد. به واسطه چی؟ شما بحث تعداد نیستش، نیروی کار به قولی کامیونیتی دیولپمنت، به قولی اجتماع رو درست میکنه نیروی کار. برای مثلا در همون شهر کوچیک 50 تا نیروی کارگر معدنچی به خاطر اون 50 تا نیروی کارگر معدنچی به خاطر خانواده ها و به قول بچه هاشون مجبور شدن مثلا رستوران های باز بشه، مدرسه، درمانگاه، بیمارستان، نمیدونم فروشگاه، خرید، مثلا باشگاه ورزشی، تمام اینها به واسطه اون 50 نفر کارگر سر کارن. یعنی هم پرستار، معلم، راننده مدرسه. یعنی یک اعتصاب در یک جای حتی اگه 1000 نفر باشه، خود به خود اون اعتصاب زندگی 100,000 نفر رو ممکنه تحت شعاع قرار بده. کما اینکه اعتصاب 7 تپه یا شرکت واحد دقیقا همین بود. یعنی شهر تهران فلج شده. من اون موقع به قول جوان بودم، خودم اونجا زندگی میکردم، یعنی به چشم خودم بارها دیدم اینو که چگونه اعتصاب یک بخش حتی میتونه یک شهر رو تحت شعاع قرار بده.
یعنی ما نباید از اینم صرف نظر کنیم چون نیروی کار و نیروی پیشبرنده تولید کل اجتماع بر مبنای این به قولی سازمان پیدا میکنه، تقسیم کار اجتماعی که به قولی انگلس در موردش صحبت کرده، بر پای این نیروی کار هستش. نیروی کار هستش که طبقه کارگر هستش که نهایتاً تصمیم نهایی رو برای آینده چه رژیم جمهوری اسلامی و چه کلیت دولت سرمایه‌داری ایران خواهد گرفت. یعنی این به قول این جبر تاریخی هم هستش. یعنی شما فکر میکنید نبود یک سازماندهی منسجم هستش که کارگران تا به امروز اونطور که باید در صحنه حضور ندارن؟ یکی از دلایل اصلیش اینه. متاسفانه حالا بحثی هم هستش انتخاب به قولی کلیت در کلیت چپ ما تضاد فکری های زیادی هم داریم، یه ناخالصی هایی هم در بدنه جنبش کارگری در سطح چه ایران و چه بین الملل چه کردستان هستش. این هم هستش که گرایشاتی در درون طبقه کارگر رشد کردن تحت نام مثلا گرایشات خود به خودی، گرایشات سلفی، مثلا سلفی کارگری، گرایشات ضد حزبی. متوجه؟ اینها هم صدهایی و مانعهایی رو در طول این سالیانی که ما میتونستیم قدم‌های بزرگتری برداریم، اینها هم مانع تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌های از درون خود جنبش شده و یک به قولی بمباران غلط فکری طبقه کارگر و فعالین کارگری هم شده. برای مثال مثلا ما با فعال کارگری صحبت می‌کردیم یه هفته پیش، مثلا این تفکر صنفی گرایی میگه من کار سیاسی نمی‌کنم، کار صنفی می‌کنم. خب مثلا این تفکر یعنی رشد کرده دیگه، جایگاه داره، در جاهایی هم متاسفانه نفوذ کرده و وظایف ما این هستش که تمام این افکار حاشیه‌ای که به قولی طبقه کارگر رو از رسیدن به اون سرمنزل مقصود ناامید میکنه یا گمراه میکنه یا به قولی سوسیال دموکراسی یا لیبرالیسم میکشونه، اینها رو ما باید به قولی افشا بکنیم. در مورد بحثی هم هستش که متاسفانه این تفکر ضد تشکیلات، ضد حزبی، تحت نام نمیدونم فعالیت مستقل، تحت نام مستقل احزاب و اینها، متاسفانه این هم ضرباتی رو به قولی به بدنه تشکیلات‌های کارگری چه از نظر فکری و چه از نظر توان پیشبرد زده، در هم چه در گذشته و چه در خیزش کنونی. جواب ما هم این هستش به عنوان فعالینی که اعتقاد داریم که هر انقلابی نیازمند رهبری و تشکیلات و سازماندهی منضبط هستش. این هستش که 43 سال ما گفتیم انقلاب خواهد آمد، احتیاج به سازماندهی حزب تشکیلات داره و متاسفانه انقلاب اومد و این دوستان همچنان بر تفکر ضد حزبی و ضد تشکیلاتی و همین بحث سازماندهی خود به خودی و اینها به قولی تاکید میکنن. مقاله می‌نویسن، کتاب نوشتن در موردش. یعنی این هم به قولی این هم ناخالصی هایی هستش که در خود درون جنبش چپ به وجود اومده و ما بایستی اینا رو به قولی هم تعیین تکلیف کنیم، هم معرفی بکنیم. خسارت هایی که خواهد زد و قبلا هم چه خسارت هایی زده، اینا رو باید به طبقه کارگر عرضه کرد. عرضه کردن تشکیلات و سازماندهی، تشکل، حزب، تحزب، هر چی به طبقه کارگر مستلزم این هستش که ما به اون درجه از پختگی سیاسی به قولی طبقاتی رسیده باشیم که بتونیم اون سرمنزل مقصود و نهایی رو به کارگرایی که در باهاشون ارتباط میگیریم واقعا شفاف و بدور از خورده. الان موقع انقلاب هستش دیگه، من نمیتونم مثلا با فعال کارگری که مثلا بحث میکنم بگم خب حالا من نگم که الان چه موقعی هسته. شفاف، صادقانه به فعالین در صحنه اینو باید هم گفت و هم به عنوان کسانی که ما در اون دوره مشخص کار کردیم. من خودم شخصا فقط همه چیز رو در سرمایه‌داری و در گذشته و اینها نمیدونم، ما ضرباتی رو از درون خود چپ هم متحمل شدیم. همین به قولی حالا بحث جای بحثش هم نیست، همین انشعاباتی که به احزاب به خصوص حزب ما وارد شده در همین چند ماه گذشته، ضربات سنگینی به تشکیلات سیاسی میاره. اینها هم به قولی ضرباتی هستش که تا بیای اون رو دوباره سازماندهی مجدد کنی، ترمیم بکنی بدنه تشکیلات سیاسی،
سازمانی، انضباط، همه اینا برقرار بشه، یه جریانات سالها طول میکشه و خوشبختانه به خودی ما تونستیم این امر رو با کمترین خسارت پشت سر بذاریم. یعنی بحثم این بودش که همه اعتصابات قطعا سیاسی هستش و ما هر کجا اعتصاب، حتی اگه 2 نفر باشه، وظیفه ما هستش که هم به اون اعتصاب کمک برسونیم، هم تاییدش بکنیم و هم بتونیم هر طور شده دست اون کارگرای اعتصابی و دست باقی رفقای خودشون در جاها و نقاط دیگه دستشون بذاریم توی دست هم. یکی از وظایف اصلی تشکیلات سیاسی مارکسیستی و کمونیستی این هستش که دست فعالین در صحنه رو به هم گره بده و پیوند ارگانیک ایجاد بکنه بین فعالین واقعی طبقه کارگر، جنبش‌های اجتماعی دیگه، همونطور که عرض کردم، زنان، ملیت‌ها و جاهای دیگه. و این پیوند ارگانیک تا موقعی که ایجاد نشه، ما متاسفانه حتی اگه اعتصابم باشه، حتی اگه پیروزمندانم باشه، به سرعت سرمایه‌داری خودش رو باز تولید میکنه در اون نقطه مشخص، یا حتی اگه در چند جای مشخص هم اعتصاب باشه، سریعا ترفندهایی رو ایجاد میکنه. همونطور که در هفته دیدیم اعتصاب بسیار شکوهمندانه بود، به خواست و مطالبات رسید، ولی سریعا سرمایه‌داری اومد و به قولی امر خودش رو داره دوباره پیش میبره. بله، سپاسگزارم. اشاره کردیم به انشابات، هرچند که موضوع برنامه نیست، اما خب انشابات در احزاب کاملا معمولیه و نشان از زنده بودن اون حزب داره. اما خب موانع زیادی هستش که طبقه کارگر نتونن به عنوان یه طبقه وارد عمل بشن، از جمله اینکه خب سرکوب شدیدی که بر کارگران از جمله کارگران نفت هستش و اینو نمیشه نادیده گرفت، چون جمهوری اسلامی هم به خوبی میدونه که این کارگران نفت بودن که میخه رو به تابوت پهلوی زدن و برای همین از کارگران رو تقسیم کرده، کارگران پیمانی، کارگران نمیدونم متخصص، کارگر ساده، به قول معروف کارگران یقه آبی و یقه سفید. این یکی از موانع. اما خب کارگران تشخیص میدن که چه موقع ضروریه که اونها یا شرایط فراهمه که اونها به این اعتصاب بپیوندن. یکی از موانعش هم میشه گفت اشاره کرد به صندوق اعتصابات، با توجه به اینکه خب تورم بی سابقه، که تورم گرانی کمرشکن، که همه اینا بر گرده کارگران داره سنگینی میکنه و بخش بزرگی از این کارگران هم حتی کارگران نفت هم مستثنا نیستن از این همه فشار اقتصادی. میشه گفت که از این موانع هم این باشه. خب برگردیم به بحث این آگاهگری. با توجه به اینکه در چند سال گذشته فعالین خوشنام کارگری، کل طبقه کارگر، از معلمین گرفته، از بازنشستگان گرفته، در صنف‌های مختلف، اگر الان حضور داشتن، با توجه به اینکه رژیم دست به بازداشت زده، زندانی کردن این فعالین، احکام فعلی، همه اینها بخشی از این کارگران که نقش بسیار مهمی داشتن، کارگران خوشنام و سرشناس و با تجربه در امر آگاه سازی مابقی کارگران و سازماندهی، الان در زندان ها هستند. شاید همین یکی از نقص هایی باشه که این انقلاب داره، که این فعالین، این رهبران خوشنام و سرشناس الان در زندان ها هستن و جاشون بسیار خالیه و این خلا هستش که میشه گفت موانع رو درست میکنه برای حضور کارگران. هرچند که ما دیدیم که کارگران ذوب‌آهن اصفهان با اون همه سرکوب و اینکه همه نیروهای امنیتی هستن، اما دست به اعتصاب زدن چند روز و اعتصاب پر دستاوردی بود برای کارگران ذوب‌آهن. خب همه اینا رو گفتم که شما برای ما بگید که چقدر اهمیت داره که شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد به صدر شعارها بیاد و تا مردم بتونن که این فعالین، این رهبران جنبش‌ها رو از زندان بیرون بیارن و بتونن روند پیشرفت انقلاب رو هرچه سریعتر بکنن. زمان برنامه هم 10 دقیقه است، اگر خلاصه بگید خیلی ازتون ممنون میشم. حتما. فقط من 2 نکته جا موند از بحث قبلی.
این رو اشاره کوتاهی بکنم. همونطور که شما به درستی اشاره کردید، ببین رژیم جمهوری اسلامی و همونطور که در برنامه قبلم صحبت کردیم تجربه سرکوب انقلاب 57 رو داره و به اون سادگی ها هم نیستش که ما فکر کنیم که مثلا این خیزش انقلابی به ثمر خواهد رسید به سرعت. بس این هستش، هم رژیم توانمند هستش و هم اینجا یه جنبش انقلابی هستش که هنرمندانه هر روز از هر منفذی استفاده میکنه و تاکتیک های مبارزه رو تغییر میده. یکی این. دوما همین الان هم اگر توجه بکنید همین شعار فرزند کارگرانیم کنارشان میمانیم، یعنی همین خیزش هایی که در خیابان هستش همه اینها اقشار طبقه کارگر هستن. ممکنه مثلا نانوا باشن، ممکنه کارگر برقکار باشن، ممکنه کارگر فلان کارخانه باشن، از سر کار برگشته رفته در تظاهرات هم شرکت کرده. و شما که در نوشهر 2 تا از کارگرای که جان باختن به توسط رژیم از کارگران به قول شالیکوبی، یعنی اون جایی که برنج رو میکوبن و برنج تصفیه میکنن هستن، کارگر کارخونه بودن، در تظاهرات شرکت و کشته شدن. یعنی به قولی اینطوری هم نیستش که طبقه کارگر مطلقاً حضور نداره. حضور طبقه کارگر مشهود هستش، منتها سازمان یافته نیستش. باید این رو مثلا تصحیح کرد. یک. دوما در مورد بحث اعتصاب من بحث درونی خود جنبش رو کردم. بله دقیقاً سرکوب، زندان، فعالین و رهبران عملی در زندان هستن یا پشت میله ها هستن یا در زندان های طویل مدت تبعیدی به قولی پشت وثیقه های سنگین هستن. و رژیم جمهوری اسلامی هم با زیرکی همون روز اول اگر توجه بکنید، روز اول خیزش شروع شد، تمام فعالین خوشنام کارگری چپ رو در کردستان جمع کرد، زندانی کرد. یعنی این نیستش که رژیم ندونه توانمندی طبقه کارگر، توانمندی گرایش چپ و کمونیست چی هستش. اونها هم خوب ما رو میشناسن و ما هم به خوبی رژیم رو شناختیم. منتها بحث این هستش که امروز، برگردم به سوال آخرتون، امروز خواست و مطالبه آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی یک باید سرلوحه قرار بگیره. دوما کمیته های دفاع از این زندانیان چه از نظر مالی و چه از نظر سیاسی و حقوقی در خارج کشور در داخل کشور باید شکل بگیره. یعنی دست کردن و نشستن ببینیم اوضاع احوال به سمتی میره هم خطرناک هستش، هم برای ما به عنوان نیروی سیاسی و هم برای اون فعالین زندانی. یک. دوما بدون قید و شرط همه کارگران زندانی با هر گرایش سیاسی که دارن، حتی اینکه مخالف ما باشن، هم ما بایستی خواستار آزادی بدون قید و شرطشون باشیم. منتها 2 تا عامل خیلی کمک میکنه به تحقق این امر. اول ارتباط با خانواده های زندانیان، چه زندانیان سیاسی چه کارگران زندانی، و از طریق اونها درست کردن کمیته های دفاع، ارتباط با یا وکیل گرفتن برای اینها یا ارتباط با وکلایی که اگه احیانا دارن و درگیر کردن خانواده ها. چون این درگیر کردن خانواده های کارگران در این امر 2 تا مزیت داره. یک، رژیم رو در سرکوب اون کمیته های دفاع فلج میکنه، چون بالاخره خانواده فرد هستش، به قولی پاسخ منطقی و حقوقی داره. 2، اینکه به قولی ما میتونیم از طریق این کلی هم تجربه و آموزش رو انتقال بدیم و هم اینکه بحث تشکل یابی، تشکل پذیری، کار تیمی، کار تیم ورک، اینو به قولی تمرین بکنیم. متاسفانه اینم اشاره بکنم که یکی دیگر از ایراداتی که هستش، ما یک ذره در امر کار تیمی، کار به قولی گروهی ایرادهایی داریم که این ایرادها باید به سرعت رفع بشه. باید رفت تجربه های انقلابات گذشته، تجربه جهانی طبقه کارگر، همه اینها رو سریع مرور کرد، راههای منطقی و درستی برای کار گروهی چه در داخل و چه در خارج پیدا کرد که بتونیم اون حلقه های گم شده پیروزی نهایی رو پیدا بکنیم. ما متاسفانه سری حلقه ها هستش در هر انقلابی دیر پیدا میشه. یکی اینکه چطور ما بتونیم به دل طبقه کارگر نفوذ بکنیم، یکی
چطور بتونیم خواستها و مطالبات منطقی و واقعی طبقاتی، سیاسی، ملی، هر چی هستش رو روی میز بذاریم برای به قول مردم اون خواستها و مطالبات واقعی رو فریاد بزنن. اینها مستلزم کار گروهی هستش که حقیقتاً باید به عنوان نیروی سیاسی و نیروهای کمونیست چپ تا میتونیم به قول خودمون رو آپدیت بکنیم، از تجارب انقلابات گذشته، تجارب جهانی طبقه کارگر استفاده بکنیم به سرعت، چون جنبش نیازمند این هستش. الان من حرف دیگه ندارم، فقط در انتهای صحبتم هم میخواستم اینو بگم که آری به همبستگی سراسری ما بین تمام اقشار مختلف جامعه ایران، چه کردستان، آذربایجان، بلوچستان، تهران، خراسان، همه ملیت‌ها، طبقه کارگر، زنان، فعالین محیط زیست، دانش آموزان، دانشجویان و نه به هر گونه همبستگی‌های قلابی که در خارج بخواد برای جامعه ایران تصمیم بگیره. بازم ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید. بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتین. ازتون ممنونم. بله بینندگان عزیز، آنچه که تقدیمتون شد گفتگویی بود با رفیق شجاع ابراهیمی، عضو حزب کمونیست ایران و فعال کارگری از تورنتو کانادا. در پایان برنامه یک بار دیگه ازتون میخوام که شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو فراموش نکنیم و این شعار رو به صدر شعارهامون بیاریم. در زیر چتر شعار زن، زندگی، آزادی به یاد عزیزانی باشیم که در بند هستند و زیر خشن‌ترین خشونت ها هستند و شکنجه های روحی و جسمی. در خیابون ها میبینیم که سرکوبگران چطور جوانان عزیز ما رو شکنجه میکنن و با شلیک مستقیم این عزیزان رو از ما میگیرن. در سیاهچاله های مخوف رژیم قطعاً این خشونت ها و این شکنجه ها بسیار عریان‌تر هستش. پس برای آزادی عزیزانمان که در بند هستند شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو فراموش نکنیم و در خیابانها اون رو چنین انداز کنیم. با سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی. هی جانیان خون از دل ما میخوری، قد میکشی اما چه سود، طوفان بیاید قامت بیریشه ها خواهد شکست. با خون فرزند خودم در کوچه ها خواهم نوشت، دستی اگر بر ما زنید دست شما خواهد شکست. هی دار میزنید و جار میزنید و داغ میزنید و حبس، اما بدانید این قفس در انتها خواهد شکست. هی خاک میکنید و خاک میشویم و خاک میخوریم به ترس که شیشه عمر شما به دست ما خواهد شکست. به دست ما. سلام بچه، خدای غیری جمال.
نکشید مردم رو. این مردم مالکان این سرزمینن، این مردم خود ایرانن. برای پایان این استبداد